دوستا ما باز هم به مرادخانی کابل آمدیم. قسمی که در برنامه قبلی هم یاد کردیم مرادخانی کابل در قدیما مرکز تجارتی افغانستان بود. یعنی زمانی که مردم از ولایت‌های افغانستان به طرف کابل می آمدن تمام داد و ستد تجارتیشان را در مرادخانی کابل انجام. برو دم چا پارت فهمید بکشه کم فهمید سربال کش کنه سعی کنه بیا اینجا لالب چا بونه که یک چغاو در مابینش نیست فهمید بگید که بگه خیر نبینی فهمید او کجا میره غیبت نکنه بدخشان هم فهمیدی 34 ولایت کشور فهمیدی 34 نمیشه 33 میشه خلاصه با کابل کشیده کابل فهمیدی که به خاطر که مردماش پیشرفت کرده کمک داره ساختمان‌ها و بیلدینگ‌ها جا شده دیگه نل کشیش دیگه تو فهمیدی استفاده نمیکنه. سلام بینندای خوب هدف میدیا، وقتتان بخیر، امیدوار هستم خوب صحتمند و سرحال باشین. باز هم امید وقتاش در یک دیگر از برنامه هدف میدیا در خدمتتان هست و ما این بار دوستا باز هم به مرادخانی کابل آمدیم و مرادخانی را در یک برنامه دیگه هم براتون یاد کرده بودیم که مرکز تجارتی افغانستان بود در سابق. یعنی مردم وقتی که از چهار اطراف کابل می اومدن یا از ولایت‌های دیگر می اومدن به کابل تمام داد ستدهای تجارتیشان را در همین مرادخانی کابل انجام میدادن و در اون برنامه ما به آهنگری رفته بودیم. اما یک چیزی که توجه ما را جلب کرد اینجا این است که امی تایرهای کهنه موتر خریداری میکنن و از او دولچه و بعضی وسایل دیگه میسازن. دولچه را که شاید بیشترتان امروز بلد باشین ولی اینا چیزهای دیگه هم امروز میسازن که ما هم خواستیم یک برنامه امروز از اینا داشته باشیم و این چیزهایی که میسازن را براتون معرفی بکنیم. ما را امروز کنین دوستا. سلام ساجان خوب هستی؟ بخیر صحتمند بخیر و سلامت باشی. اجازه است به این طرف کنارت باش که دوستا هم ببینن تصویرت به خاطر تصویرت هم بند نکنیم. چال داری خوب هستی؟ اجازه است بشینیم دیگه. بشی صاحب خوب است؟ بخیر هستی؟ اول بخیر و سلامت باشی. اول بر دوستا خود یک معرفی بکن. دوستای عزیز رضا هستم، اشار کابل دشت برچی موقعیت ماست. دیگه می تو فهمید دکاندار مرادخانی هستیم دیگه، یگان دولچه مولچه اینا خودتان میبینین دیگه، فهمید سازندهش هستیم دیگه. دولچه مولچه میسازین. دولچه خود دولچه، این مولچه چی است باز؟ مولچه دیگه فهمید امت لوز قدمی ها دیگه امت فهمید یگه که میگه فهمید که سرخلاص نباشه که نفهمم باز مولچه میگشه. دولچه مولچه دیگه این باز امت مان دادانتان مانایش هم نمیفهمیم که چی است دیگه. نه پشت ازش نگاش مرغابی بکش. یعنی خوب است رضا، خوب شوخ طبع هم هستی دیگه. خب والا چی کنیم دیگه، درست دنیا را فهمیدی برای قن فهمیدی اندوالا دوستا فهمیدی درست دنیا است فهمیدی بخندن فهمیدی دم غمگینی فایده نداره دم پشت قصه نگشتین. واقعا استاد رضا اول بر دوستایی را بگو که چقدر وقت است در همین کسب و کار هستی کار میکنید این بخش؟ دیگه خلاصه که براتون بگم دوستای عزیز دیگه همین 7 سالگی 8 سالگی میشه که من اینجا کار میکنم تا این وقت خودتون که میبینین دیگه فهمیدی. خیری شد همین کس سفید کردی؟ سفید نشد تازه نه برام. گفتم باشه یک شوخی بکنیم امروز. چقدر وقت از خودت دکان باز کردی مستقل کار میکنی؟ خود میشه یک 5 سال 6 سال میشه دیگه. یعنی 5 سال 6 سالش اگه بکشیم دیگه شاید یک 10 سال دیگه شاگردی کرده باشید این بخش. دیگه شاگردی فهمیدی دیگه شاگردی کردیم دیگه خلاصه که پیشخیل یا شاگردی کردیم دیگه فهمیدی تا که میگه که یاد نگرفتیم دکان زدن نمیتون دیگه فهمیدی خلاصه که کار که یاد بگیری فهمیدی سمسه پره بازو دکان ده فهمیدی سر دست خود چه بازو دیگه نان داره. یا فهمیدی درست شاگردی کنی 1 سال شاگردی کنی فهمیدی بر دکان ده فهمیدی چی یاد نداشته باشی یک دولچه را جور کنی فهمیدی برای یک هموطنی خود برو دم چا پارت فهمیدی بکشه که فهمیدی سربال کش کنه سعی کنه بیا اینجا لالب چا بونه که یک چغاو در مابینش نیست فهمیدی بگید که بگه خیر نبینی فهمیدی او کجا میره غیبت نکنه یعنی خوب از دوستا استاد رضا باز یک عادت خوبم دارم قلندری براتون صحبت میکنم.
شاگرد هم داری جسد رضا؟ شاگردم چند تا دارم. شاگرد داری؟ 2 تا دارم دیگه، یکیش هست فهمید، یک تا دیگه رفته دیگه. یک تاش رفته. خب برای کار میکنی. خب امروز اگر قبول بکنی بجای هم یک تاش شاگرد میشم کار میکنم برای. نه خلیفه ماستی فهمید. بخیر باشی. نه شما استاد هستین، بخیر باشی. استاد رضا، اول بر دوستایی را بگو یک معرفی کلی داشته باشی. از این تایر موتر جاتر شما جور میکنین نمی چیزا. از تایر موتر کدام چیزا را میسازین؟ اول یک نام بگی بر دوستا که بلد شود. از تایر موتر خلاصه گفتم، از تایر موترهای کلان فهمیدی خاکش جور میشه برای خر که خاک بار میکنه فهمیدی، علف بار میکنه در سرش. شاید هم دیده باشین. این طرفا باز فکر میکنم در کابل زیاد خب بین شهر قدر زیاد نخواد باشه. نه خب در بین شهر استفاده نمیشه. در بین شهر استفاده نمیشه، بسیار استفادهش نه، بسیار دلچه و کم استفاده شده. بسیار کم بله. باز از این تشتایی که برای فهمیدی او میگیره برای ترکاری دیگه، برای فهمیدی همه پیپس بوتلای فانتا ای چیزا رو ما بینش میمونه، یخ سرش میمونه یخ کنه دیگه، یخ میکوبه ما بینش که برای شیر یخ که جور میکنه فهمیدی. برای خیلی چیزا از یا کار میشه، قالین شوی فهمیدی دیگه. خلاصه گپ که از این قالین شوی یا تشت برای آب گرفتن اینا؟ این تشت ما بینش قالین فهمیدی، فرش کمپل هر چی بخوای شته میشه. خب بسیار. من فکر کردم خیلی کدام دستگاه جور میشه دوستا که بتونیم امروز قالین هم بشه. نه میشه، مردم ها هست فهمیدی ما بینش صابون تر میکنه فهمیدی، فیس قالی میکنه دم قصهش نیست. دیگه چی چیزا ساخته میشه؟ دیگه برات بگم دولچه گل جور میشه. دولچه گل. این دولچه گل باز امرا با دولچه آب فرق هم میکنه یا یک چیز است؟ فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. چی تفاوت دارن بینش؟ دولچه گلک ما بین چای او پوین کنی، دانش کلان است. دانش کلان است فهمیدی که پس که او بکشی 4 خد میکنه. او کسا 4 خد میکنه، دانش کلان است. یارو ببینید دوستا عزیز فهمیدی دان از یا کسا تنگ است. این دولچه چاست دیگه. این دولچه چاست برای او جور میشه. این کسا باز محکم فهمیدی کم میشه، این بسیار منظم که از او نرم دیگه. باز او کسا باز چی میشه برای گل جور میشه. خو 1 2 کوکا فهمیدی 3 کوکا 4 کوکا میزنی فهمیدی برای گل جور میشه. او محکم کاری نمیشه قیدر از دوله او که فهمیدی حال میبینه دوستا مادرو ایره جور کده رایستم دیگه. بله ایره زیاد میخکاری کده دوستا یک بار نمیشه صد روز زیاد میخدیشه. نه والا نه بگو زنده جان خونه ایست دیگه که یک بار شوه یک بار شوخی میکنی استاد رضا. امیدوار هستم از ما ناراحت نشی. دولچه چالا بیشتر دوستا از نل آب از واتر پمپ اینا استفاده میکنه. اینا را باز کدام مردم کدام سمت میبرن استفاده میکنن یا فروشاتشان چطور است؟ دیگه می بجز از کابل دیگه کل ولایت های کابل افغانستان از استفاده میکنه. بامیان، دایکنډي، جلال آباد، دیگه قندوز، همه بدخشان، همه فهمیدی 34 ولایت کشور فهمیدی 34 نمیشه 33 میشه. خلاصه یک تا کابل کشیده کابل فهمیدی که به خاطر که مردماش پیشرفت کرده کم داره ساختمان‌ها و بیلدینگ‌ها جور شده دیگه نل کشیش دیگه تو فهمیدی استفاده نمیکنه. دیگه ولایت‌ها فهمیدی زنده همه چیزا استفاده میکنه. اگه باشه نل باشه بسیار کم باشه. از این به خاطر که ای دی او دیگه مزه میده. او دیگه نه واقعا هست دیگه مزه میده. دی به خاطر از یک روز پیش هم از تیر شدم دیدم امی دولچه را. من پیش خود گفتم که آره چا نیست مثل سابق واتر پمپ است. اینا را چطور میسازه؟ گفتم شاید امی از چند سال پیش بیشتر مانده باشه که از نخریده باشه بیجا سرش مانده باشین. به او خاطر روزانه چند دانه به حساب بگیم دیگه از دولچه چا اینا شما سودا میکنیم؟ چند دانه دیگه او نظر در بازار است. این دانه ای هم نیست، این جورایی سودا میشه. جورایی یکش پایین میله چی میره یکش بالا میره دیگه. خلاصه دیگه نظر در چیزی بازار است. جور سودا میکنیم یک روزی 40 50 جوره. خوب است خیلی نظر به این که ما میگیم که استفاده نمیکنه. فروشات هم خوب است. نه فروشات خوب است. اینا را باز دانه چند سودا میکنیم؟ یارا دانه کی جوره که ما جوره فهمیدی 120 110 این چیزا سوداش میکنیم. ارزان هم است دیگه. این یک چیز دیگه هم از دوستای بسیار کلان از باش که طرف بیارمش که دوستام در تصویر ببینن. این به خاطر چی است استاد رضا؟ بشه کم در مورد از این معلومات بدی. این کسا ایره به نام سقلاوه میگن. چی میگن برش؟ سقلاوه. سقلاوه. چقدر نام مشکل با سرش ماندن. به خاطر چی؟ اسی بای که مکتب برید دوستا قصه. این کسا دمو
اطرافا اگر فهمید دیده باشین یک کاریز او یک کاریز او فهمیدم تازه چشمه اینو گفته ما مردم چشمه از او زیر از رو که شیرگل میگنه شیرگل میگنه قد بیل که بکشی رو خراب میکنه بازی را فهمید دم پایین هم تو کش میکنه این دو تا دسته داره دو تا دسته داره همون شیرگل هم میکشه ریگ هم میکشه خلاصه بسیار خوب این خوب است دوستا دیگه بازی را به عنوان بایک مکتب هم میشه استفاده بکنیم خاطر دو تا رنت بندک داره دوستا باش که طرف دوستای را در بتون میشه این تا دو تا بندک داره بایک مکتب ورده بین از کتابا را پرت هر چی که پرت جای میشه بسیار کلان است داخلش خود دیگه فهمیدی دساز خود وطن ماست خب بسیار خوب دیگه این چیزایی که از لابر جور میشه هر چی که جور میشه گلدان خلاصه گرد خب حتی گلدان هم ساخته میشه حتی گلدان هم جور میشه بسیار خوب کدام تا داری اینجا جور کردین امولک بر دوستانشان بدیم خب بچه گلدان هستن نه والا طالب گلدان اینیا چی هست تو زنده یک دفعه طرف کو برام یا دیگه چپلی خودی هست خای چپلی خودت هر دوستا ببینین حتی چپلی خودش هم از چیز جور کرده برای شبت از چرم و لابر اینا جور کرده است از این چپلی ها را تنها بر خودت ساز جور کردی یا که دیگه دوستان پیشت میان جور میکنی نه میان زیاد میان فرمایش میتا فهمیدی 40 جوره 30 جوره 50 جوره رقم از دیگه فهمیدی فرمایش بس من بار اول از دوستا که میبینم بیاین خوب است از پرسان هم بکنیم که دی دکان ها اینجا سودا میکنن یا میبرن طرف ولایت ها اینجا هم زیادتر سودا میشه خلاصه که دمی اماما زیاد است اماما اگر فکرتان شده باشه دیگه مسجد ها بسیار یکی خانه هم است به خاطر که چپلک های دیگر اگر بگیری چپلک های دیگر 100 روپا فهمیدی میتن 100 ما میتن فهمید 100 روپا میتن دو ماه تنها میشه خلاصه نه واقعیت است سود پارا میشه دیگه بس اینا بس مقاومتش بیشتر است از اونا کرده یعنی میره دیگه ما خودم 3 سال میشه که در پای مصطفی تا ولی هیچ هم نشده اینا را باز اگر مثلا خودت یک دوست ما پیشت بیاید نمبر پایش آورده بگم تو یک چبلی مقبول برای ما بساز چند میسازی برش تو او ساعت یک کنیم ساعت دیگه فهمیدی نظر در اخلاق ورزشی خودی نفر رازی اینا دوستان چقدر خوب است بیاین پیش استاد رضا از این چبلیکای مقبول و زیبا استفاده بکنین به گپ استاد رضا هم میتونین 3 سال 4 سال از استفاده بکنین هم ساخت وطن است و هم حمایت میشه از تبلیغات وطنی خود ما بخیر استاد رضا یک کار میکنیم خیلی از کارم باش که ما کم دست پیشی هم بکنم خدا گفتیم اول شاگرد هستیم باز کل کار اگر خودت بکنی دوستام شاید بگه که چرا کم شاگرد ناقابل است از کارم نمیمانیم تا دست پیشی هم امرایت میکنیم خودت کارم کو قسم میکنیم صحبت هم میکنیم درست است صحیح قسم نداره خب بخاطر از اینکه دوستا نگه که شاگرد است ماشم نمیفهم یا مزاحم از کار ماندیم تا خب ای باز زیاد فکر میکنم شخص همی کارم کو استاد رضا کارم تو باز از کارم تو لکم اگر او طرفتر بشه جای ما تنگ خب جای تو را تنگ کردیم اینه تو بگو بیادر از اول بگو اینه دی چه رقم دوستا را نمیفهم که چی از شاگرد بازی چوکی برش نمیکنید پول بشینه شاگرد دستی بابه کس کنه هستی فهمیدی خب اینه والا از این روز اول میزنه دوستا استاد رضا روی ما را خراب میکنه نه روز اول که شاگرد میاد شاگرد آدمی سرناز میاد استاد رضا اگر از چای پیش ریش میمونه یک شید نگاک میدهش میگه باشه می آدم دل بگیره هر روز بیاید نه دیگه فهمیدی ما کسی شوخی نکنیم نه میفهم استاد رضا خودت که وقتی شاگرد بودی خودت چطور امروی استاد رویه میکرد ناز میداد تا نمیداد یا میرخم که تو امروی ما پیشتر رویه کرد میرخم رویه میکرد نه استادم گل بچه بود خدایش امروز استاد خود ما برد بگم استادم خیلی خوب آدم بود خدایش هم تابیم بود دیگه کاکگی داشت خلاصه که بگی کار نشان میداد میگفت بچه میگفت اینی ریتو کو اینی را فهمیدین اینی رقم در جایش بزن دیگه کارم برای یاد میداد خدایش فهمیدی دیگه میگفت که لالا میگفت تو هستی جای بیادرم جای بیادرم فهمیدی کار را یاد بگی این پیش کامره تلویزیون است که یوتیوب است فهمیدی موقع نمیفهمید یک سلام هم تو گرم نرم برای استاد خود خلیفه حسینی مستان دیگه فهمیدی رایی میکنیم این سلامای ما رو پذیرا باشه استادت ای فکر میکنم این لابر خیلی دبل است نه استاد به خاطر از اینکه اگر زیاد چیز نباشه بس مقاومت کردن نمیتونه اونقدر وزن موتور برداشتن نمیتونه بس قیچی کردن از این زیاد سخت نیست ای از خود قیچی مخصوص داره ای از خود قیچی مخصوص داره قیچی کلان ما یک لایزی را جدا میکنیم این را قدمی
برنده خودم فهمیدی یعنی برنده ماست کس پالی پاکی کده تیز است اینا دلو گایز دست بزنیم شاید دست ما را برای دوستا بسار یعنی این کار دیگه یک تکنیک و یک مهارت میخواد این کار دیگه وقتی رسی که دوستام اول متوجه شدم استاد رضا را گفتم که من شاگرد میشم از ترسیدم گفتم حالا که فنا بیا تو پا قیچی کن حالا گفتم زور ما هم نرسه با قیچی هم کرده نتونیم در روز اول لات بخوریم نه روز اول کس فهمیده شناختن شاگرد است روز اول که ما شاگردی کردم روز اول شاگردی کردم مرا فقط این خود یادم است خور یادم چی کار داری که ما برات بتم باش این مرا اینیت یک لابر مرا دستیم داد این می اندازه خودش است خلیفه ناپولی خشان گفت لالا گفت اینی تو قیچی کو ما ایت گرفتن نمیتونستم یال که ما تکنیک شاید گرفتم ما اینت میگرفتم اینت قیچی میکردم اینت خیال که اگر رخت که آدم قیچی میکنه فهمید اینت ما قیچی میکردم دست ما گرفت اینت گفت لالا گفت اینت بگی گفت آسان برات میشه اینت فهمید قیچی کو میگه هر چقدر که بخوای فهمید تیزم قیچی میکنه بانم خدا سرعت دست شدم خیلی زیاد از دوستا این باز بخاطر چی است درست این برای کنی دولچه است اینا میبینین یک لازد اینده یک لای دیگه میکنین کسا فهمید کنیش میپوشونه باز اینی کسا کاش میکنی سر ازی که فهمیدی کوکیز جیف زده میشه که او نرازی این دیگه بسیار ظریفکاری و بسیار هم تو چی میگن دقت میخواد نه این بسیار دقت میخواد دیگه من تو پیشتر هم گفتم برای دوستام گفتم برای شما هم گفتم دیگه اگه یک نفر بگه که خیر نبینی فهمیدی همین کسی که همین دلچه را جر کردن بگه خیر نبینی فهمیدی ما خیر نمیبینیم دیگه خیر نمیبینیم نه ان شاء الله خیر ببینی هم میگن قدر زحمت میکشی همین دلچه اگر ساخته شود چند خیر در بر میگیره اینمی یک کسی که یاد نداشته باشه یک ساعت ده فهمیدی 2 ساعت ده نیم ساعت ده فهمیدی اون نمیتونه نه کسی که یاد داشته باشه دیگه یاد داشته را خب بیارز ای کار نمیمونه کسی کار نمیته برش کسی که یاد داشته باشه اگر همین دلچه را چند دقیقه خلاص میکنی ساعت 7 دقیقه 6 دقیقه 10 دقیقه میشه دیگه فهمیدی سرتری کنم 10 دقیقه میشه دیگه دوستا استادم سر ما کار نشه حالا امروز چون شاگرد شدیم اینجا یک کار میکنم من مایک اینجا بند میکنم و چند دقیقه دستپیشی میکنم امروز شما هم چند لحظه تماشا بکنید دلچه چند دقیقه تمام میشه کارش چگونه ساخته میشه بعد از این باز کار از اینکه خلاص شد باز ما استاد رضا هم کارهای دیگه هم داریم خب استاد رضا من حال چی کنم تو بگو برام تو این حال فهمیدی کار تو بسار خب باش ببینیم چی کاره برام ما میده نه ایره بگو خب قیچی خو میتونیش قیچی توکل به خدا بیا این از موبایل چی؟ از موبایل نصفش کنم از موبایل دونست کو برای من از موبایل نصفش کنم برو دوستا خوب است گفته از موبایل نصف کو ولی نگفته که هر دو شک برابر باشه یک از کارم شد باز ملامت نشیم پیش استاد رضا نه دیگه ولی روز اول تا فهمید گپ نیست دیگه نه دوستا خوب است کار آسان است زیاد سخت نیست دیگه باش که استاد رضا خلاص شوه تیک نزنه دیگه باش خلاص این رو بگیر خب خلاص شد استاد رضا خلاص شد دیگه این دوستای دلچه هم کارش خلاص شد دیگه دلچه ساخته شد بس زیاد وزن هم داره دیگه آفرین کسایی که بازی کلشاو تا بالا میکنه دیگه نه گفته استاد رضا یکی را تا میکنن یکی را بالا میکنن بخیر سلامت باشی استاد رضا دلچه ساخته شد اینال خیکان میکنیم دمی روز اول بیا بریم طرفتر نشان بدیم برای دوستان من یکم دکان بلد شوم ببینیم که دیگه کدام چیزا را ساختی خودت ابراهیم می تایلا درست است خب میاریشان بیرون یا ما داخل به استاد رضا خب دوستان استاد رضا هم چیزایی که ساخته شده است با این تایرا کشی تمام میشه استاد رضا اول بر دوستا بگویید چی است به خاطر چی استفاده میشه یا خور
گاو گوسپند این چیزا هست. باز زیادتری در داخل کابل فهمید بر از یک شکن برای یک استفاده میکنه، برای ترکاری استفاده میکنه، برای شستن ترکاری دیگه برای جوزی چیزار ما بینش یخ میکنه دیگه فهمید یک. این باز یخ هم نگاه میکنه باز؟ یا یخ میکنه. اینه خیلی خود از یخچال از دیگه دوستاش ضرورت نیست برین 20,000 30,000 پر یخچال بخرین. بیاین چند میتیر است دوستا؟ چی؟ ایره 200. یعنی با 200 افغانی میتونین صاحب یخچال هم شوید. بخیر سلامت باشی. اینا تمامش که اینجا ماندگی زگه تمامش عین کار انجام میتن یا فرق هم میکنن باشه؟ خب یا دیگه فهمیدی یک خورد است، این موبایل است، یک کلان است، فهمیدی از اینکه کلانتر هم است. نظر به تقاضای مشتری دیگه بازار هر قدر فهمیدی که خاص فهمیدی برای جور میکنیم. یک چیز دیگه هم اونجا انداختیش نه فهمم چی است همون بالا که دوستا ببینن. این چی است درسته؟ یک از گل گردن است. گل گردن؟ چی میگی؟ چی رقم گل گردن؟ زیاد جالب است فقط دوستانه جدی میگی یا شوخی میکنی؟ نه ما جدی میگم، ما شوخی نمیکنم. بخاطر از اینکه بیشتر اول آمدیم یک شوخی کردیم روی ما گفتم خشایت اینم شوخی بکنیم. از این باز مردم میخرن استفاده میکنن؟ چرا نمیکنه؟ توان برکس بردی داروسیش از گل گردن؟ برای یک اندوال برده بودم فهمیدی؟ هرچی گشتم گل فهمیدی گل فروشی را که ریس گشتم موس گشتم میاد گل مول پیدا نشد دیگه ما هم یک تام زیر بردم فهمیدی نفر خیلی خوش شده بود والا. نه او شوخی بود خود جدی نه چی است؟ این پاینبول است اساس. برای چی چیزا استفاده میشه؟ تنها موتور یا این پاینبول برای برق استفاده میشه، از این برق استفاده میکنه برای ماشینالات فهمیدی هر رقم ماشینالات که بگی استفاده میشه دیگه از این پاینبول دا کسا فهمیدی از پاینبول دای دیگه نیست یک چینایی و ژاپنی و دیگه این ساخت وطن است بسیار فهمیدی کارکردش مقاومتش بیشتر از او است. اینا باز مثلا اگر کسی خرد کلان اینا ضرورت داشته باشه باز خرد کلانش هم برش میسازین یا تمام یک اندازه پیشتان است یک اندازه را میسازین؟ چی نه اون یک اندازه پیش ماست او یک اندازه پیش ماست فهمیدی او خودشان اندازه میکنه و نظر دمو چی فهمیدی کلان خردشه اون ددیس خودشان است دیگه. مثلا اگر یک دوست با از این پاینبولده خرد ضرورت داشته باشه وارم برش میسازین یا تنها کلان میسازین؟ او همه او نفر فهمیدی خدا کنه مرد چقدر کار داشته باشه بگم ما این کار داریم ما مو اندازه برش میتیم مو اندازه. بخیر سلامت باشی. خیلی ممنون استاد رضا دیگه روز اول کاریمون نمیفهم چطور بود خوش گذشت درت نگذشت شاگرد خوب برات بودیم نبودیم؟ نه خودت خلیفه ماست گل بچه بودی فهمیدی. تشکر بسیار زیاد. سلامت باشی استاد رضا. جور باشی چیز خدمت باشه برای ما والا. سلامت. خب عزیزان دل خیلی ممنون از اینکه بیننده برنامه خودتان بودین. این بود برنامه امروز ما خدمت شما تقدیم کردیم و همچنان شما دیدین که با همین تایرهای کهنه یا موتر چقدر چیزای خوب براتون استاد رضا میسازه. شما هم کانال یوتیوب هدف میدیا را سابسکرایب کنین، در تیک تاک، اینستاگرام و همچنان فیسبوک هم ما را تعقیب کنین. کدام انتقاد، پیشنهاد، نظریه دارین میتونین که پای کامنت بر ما بنویسید. تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدارتان.